شاید کارمندت روش نشه به تو بگه، ولی من بهت میگم تا خوب بدونی. من یاسر جوادی هستم، کارآفرین و مدرس دوره‌های مدیریت و فروش. مستبد، خودرأی و دیکتاتور نباش. اینجا پادگان نیست، اینجا محیط کاره. من دوست دارم دیده بشم با خلاقیت بیشتر. چون هدف رو برام مشخص نکردی دچار سردرگمی هستم. پس از من انتظار فعالیت‌های هدفمند نداشته باش. چون تو صاحب کسب و کار هستی و مدیر منی، رئیس منی، میتونی قوانین و سیستم رو دور بزنی و برای خودت استثناء قائل بشی. این به من حس بی‌ارزشی القا میکنه. اینقدر قرقرو نباش، چون باعث میشه که من بعضی از حرفات رو نشنیده بگیرم و خودت رو هم نادیده. من به هیچ وجه دوست ندارم که تو با من رابطه صمیمی و عاطفی عمیق برقرار کنی. حتی دوست هم ندارم که با من مثل یک برده رفتار بکنی. پس لطفاً حد خودت رو نگه دار. این 5 نکته‌ای که گفتم در قالب پست های بعدی به طور جامع خدمتتون ارائه میشه. پس اگر از اکسپلور اومدی حتما دنبالم کن. حیف این نکات ارزشمند رو از دست بدی.